سواد رسانه‌ای و انتخابات. کم کم داریم نزدیک زمان انتخابات میشیم و باید تکلیفمون رو با چند تا موضوع مهم مشخص کنیم. حتما میگید کدوم موضوع ها؟ اول از همه رأی بدیم یا ندیم. مطمئناً با نزدیک شدن به زمان انتخابات خیلی از رسانه‌ها و افراد قصد دارن با تکنیک‌ها و روش‌های مختلف در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این موضوع رو به ما القا کنن که رفتن ما به پای صندوق رأی دردی رو دوا نمی‌کنه و بهتره با نرفتن به پای صندوق‌ها اعتراض خودمون رو به اوضاع اقتصادی و سیاسی و خلاصه همه چی نشون بدیم. اما به کمک سواد رسانه سریعا متوجه میشیم که این افراد از چه روش‌ها و ترفندهای رسانه‌ای دارن بهره میگیرن و سریعا میتونیم به نیتشون پی ببریم. یادمون باشه اگه تا الانم دنبالش نرفتیم حتما برای اینکه دیگه توی دام رسانه‌ها نیفتیم بریم دنبالش رو یکم در زمینه رسانه‌ها سواد و ارتقا بدیم. اما برای انتخابات چیکار کنیم؟ آیا رأی بدیم یا ندیم؟ مثال این موضوع رو روشن کنیم. فرض کنید که خدای نکرده شما دچار یه بیماری شدید و این بیماری و دردش امونتون رو بریده و باعث بسیاری از مشکلات شده براتون. خب علاج کار چیه؟ آیا باید بمونیم خونه و درد رو تحمل کنیم یا حتی به صرف اینکه چند تا دکتر ممکنه تو کار خودشون مسلط نباشن همه دکترها رو به یه چشم ببینیم و از علاج خودمون غافل بشیم؟ اما باید بدونیم با خونه نشستن این مشکلات حل نمیشه. اتفاقا برای حل مشکلمون باید پرسجو کنید و اطلاعات کسب کنید و پیش یه دکتر حاذق و متخصص برید و دردتون رو بسپرید بهش و خیالتون راحت باشه که این پزشک همونیه که میتونه شما رو معالجه کنه. موضوع رو مقایسه کنید با جامعه خودمون. درد جامعه ما مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعیه. آیا میخوایم بشینیم خونه و دست روی دست بذاریم و دنبال دکتر این درد نباشیم؟ بالاخره که انتخابات برگزار میشه و بالاخره هم اسم یک کاندیدا از توی صندوق در میاد، پس بهتره ما با حضورمون کاری کنیم که حتما اسم اصلح و حاذق و متخصص در بیاد، نه کسی که تخصصی نداره و شاید تازه دردی باشه روی دردهای ما.